شاید براتون سوال باشه این چیه پشت سرم و در جواب باید بگم که یه همه خوشتی بیاره خوشتی اینا همش نتیجه کار شماست. روز پنجم چالشه اگه میتونی سیستم منو خراب کن. آقا این حجم از TNT هایی که دارین میبینین همش مال پارت قبله و داخل این پارت من 79 تا لایک گرفتم، 18 تا سابسکرایب گرفتم و 11 تا کامنت. بریم که اینا رو تبدیل کنیم به TNT. این هم کل TNT هایی که جمع شد. 79 تا برای لایک، 36 تا برای سابسکرایب و 33 تا هم برای کامنت. بریم که اینا رو یکی یکی بزنیم. این چالش تا کی بخواد ادامه پیدا کنه رو من در جریان نیست. ولی اگه همینجوری پیش بره فکر کنم سیستممو از دست رفته باید بدونن. اینم از این. خونه دومم کامل با TNT پر شد. بریم سراغ این خونه خوشگل و زیبا. آقا میخوام پارت بعد بتره کنینا. قشنگ داخل پارت بعدی 5 6 استک TNT فقط پیاده شیم. ببینم چه میکنی. اینم از آخریش. آقا من منتظر لایک و سابسکرایبتون هستم. راستی